سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، امروز موضوع ما درباره چنانه که میبینین هم بیماری های کرونا ویروس چون که زیاد شده، برای اینها چی لازم است ما خواستیم که هر چه زودتر همین ویدیو را کنیم. خب برای ما هسته، در ما هسته. خب این همطوری مسئله است. در روی این مسئله الف که هسته، خب چون تیمین هسته، خب مسئله خیلبه هسته. خب سستافش هم خیلی مسئله هستن که یعنی اینا برای بیماری های پنیومونیا، ویروس و اسپلین همون لیاقتیاشون کمک میکنه و آن آدمایی که مثلا پاس ویروس هم اگر لیاقتیاشون و اسپلینشون پلبون دست وقت میمونه، مثلا که او آدما میتونن به ما زنگ زنن، ان شاء الله که ما برای وای برادر اینا رو روان میکنیم. خب با برادران اهل اسلام برای ایمونیتت بلند ورداشتن و سیل نبرد کردن، مثلا چنانه که میدونن این بیماری ویروس، این وبای عصر، برادران آدمایی که مثلا ایمونیتشون سلبی باشه در همه قلمشون، برای همین برادران اهل اسلام با ما اومدگی که بانک های حیات. خب اینم خیلی بانک ها اومدگی، اینم خیلی میوگی ها خطی، اینم خیلی خوشرو کدگی، اینا که رنگی ورنی وری برادران کسی که مثلا بله انجیر و مثلا دیگه و چهار مغز زرد هلو، خب نم خیلی چیزا مویز و توت، خب با هستید چی میگن چهار مغز اصل بعد خورما و خب برادران مثلا که همین هم اسمس کدگی یک جا کدگی این برادران میتونه که زنگ زنین. فیلم حیات یکی از فیلم های حلالی که مثلا پسین دورای خوب میبره، یکی از هم بهترین فیلم های برادران در ما هست. میتونه که زنگ زنین ایمونیته خود رو بلند وردارید و سیل نبرد کنید. خب چنانه که میدونید برادران اهل اسلام، بسیار برادرای ما همین بیماری ویروس ایسر گذراندن، هموا خودشان قائل شدن که 4 نیتیمین ما را پمنگت کرد. همین 4 نیتیمین به غرض مرگ، پیغمبر اعظم محمد صلی الله علیه و آله میگه که به غرض مرگ دیگه ده همه در دوا. همه 4 نیتیمین دما چند نمودش هست برادران، هست سیریسکی، هست یگیپتسکی، هست. خب برادران اهل اسلام خمون همینجا پرایزوت کردیم، این نمودش هست. اینه خدمت همینجا پرایزوتش کردیم، اینه نمود. اینه ها برادران اهل اسلام چون که میبینن اینا خدمت پرایزوت کردیم، مثلا بانکوش میدک. خب همین هسته با برادران اهل اسلام اینه خیلی نمودش. فیرمای امانه یکی از فیرمای بهترین، یکی از فیرمایی که مشهور بین مردم ده، میتونه که امانه همین فیرمای برادران اهل اسلام میتونه که زنگ زنه، ان شاء الله که دمو هست. و چون که میبینید کلامشون اینه سیریز که مثلا اورجینال برادران میتونه که زنگ زنن در ما هست. و این چونین مسئله 4 نیتیمین کپسولا کدگیه، مثلا این حالت قدی اینا مایداش 100 کپسولا هسته با فیرمای الاخلاص هسته. اینا الاخلاصش 150 کپسولا، این خیلی کلان داشت. کدومه که در کار باشه برادران اهل اسلام میتونه که زنگ زنین، ان شاء الله که چنانه که میبینین در اینجا ما به غرض ای 4 نیتیمین و دیگهش مناگه چی ها هست برادر اهل اسلام. من حتی برای شما را چی میگم که مثلا امروز موضوع را چی کردیم که درباره چی ها مثلا میاد فایده میکنه که بعد همین 4 نیتیمین برادران اهل اسلام دما هسته برای آدمایی که سوستاف دارن، بوغم درد میون درد، مثلا دیگه جاشون درد میکنه که جای اون من درد میکنه. سوستاف اون همین سوستاف که دردمند میشه، همین وقتی که آدم کسلیش یا گریپش یک بعضش همون خود یک جوش درد کرد، مثلا یک چرا هوش کرد همونجا زور اومد، همون برادرامون میتوانند که برای ما را زنگ زنن، ان شاء الله که برای آنها ما اینم خیلی مزدوریم. اینها کاپیتان پلاتا ماز کاپیتان 4 تیمین اسم. خب میتونه که برادران اهل اسلام زنگ بزنین برای سوستافای کسی که بوغموش در میکنه، پوش در میکنه، یکی از بهترین مزها ای دیگه خوبش نمیشه برادران اهل اسلام. تا حال ما همین فقط که ما استفاده میکنیم، یکی از بهترین مزها. با این چنین برادران اهل اسلام در ما هسته برای سوستاف. خب برای سوستاف این نمودش برادر، این نمودش خیلی بسیاری همو مادرای خودمون استفاده میکنن. رنگی بالزمه، این رنگی بالزم خیلی کمپیوتر مامو استفاده میکردن، بوی هم بالزم میکنه. یکی از بهترین مزهای میتونه که زنگ زنین، ان شاء الله که برای شما روان میکنیم. همین چونین
برای روکا مثلا دستاشون برادرایی که مثلا کمک وای دارن مثلا جای بوغم و اینا جای درد میکنن مثلا روکی دا مثلا میشن با برادرها هست برای ایمونیتت این نمودش. خب زنبور یعنی شیرش میگیم خمون چخه میگیم با زبان تاجیکی این نمودش در حجمی این خیلی برادران اهل اسلام این نمودش میتونه که زن زنین برای اوکریپلت کردن ایمونیتت بمیشت کردن سیل مثلا برای اینو ایشو با هست برادرها کپسولا هم خیلی اومگا 3 روغن ژیر چی میگن روغن ماهی و 4 تیمه قطی برای اوکریپلت کردن ایمونیتت برادرها اینا کدومی که برادرها هم خیلی چیزا در کار باشه اومگا 3 قطی 4 تیمه قطی اومگا 3 این برادرها برای همین ایمونیتت بلند کردن فرق نداره کدوم آدم مثلا وزنش فرق نداره مثلا همین 7 ساله بالا باشه میتونه که استفاده کنه اصلا بعد اسپارسمنتو استفاده میکنن این نموشه 4 نیتیمن این خیلبا اسپارسمنتو استفاده میکنن برای اکتیو نیست بعد همیشه ایمونیتت بعد همو مثلا مشتاشون مثلا پسندی که مشق میکنن دردمند نشون برای همو بهت رزویات میکنن مثلا یکی از بهترین کپسوله ها هستن میتونه که شما زنگ زنین ان شاء الله که ما شما در روان میکنیم. بعد برادرایی که این مینا پرسیدن که برای همو مثلا خونی که گوستی مثلا غوث پسندی که بی تویسون در سرشون مثلا بهار میشه و تویسون میشه سرشون تو میخرن خیلی آتا میشه و سه نمکی دانس که برادران اهل اسلام کپسولاش هست هم با چایش هست میتونه که زنگ زنین ان شاء الله که ما شما در روان میکنیم. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران ما گفتن نمونه که قرآن داریم چند نمود قرآن نه اومدگی ای ترکیه چند نمود دارویی که در اینجا میبینه برادران ان شاء الله که دما هست وقت ما کمتر تنگتره بخشش از همتون وعده کردیم که هر دو روز پس از سه روز پس ویدیو میکنیم. میتونه که برادر در همین نمره روی اکران بدگی زنگ زنین معلومات بیشتر رو گیرد و ما نگفتن نمونه که برادران اهل اسلام ما دستافکه هم داریم تا قبل بعدی پروبکا مثلا ماشینای خودمون قدی ان شاء الله که خیلی که تاکسی میگیرن مثلا روزانه تاکسی چند هست میگی چی باشه ما برادر اهل اسلام میتونیم که شبانه ارزان‌تر بریم در شما برسونیم با ماشینای خودمون چون که برادرمون هر روز 5 تا 6 تا دستافکه داریم ان شاء الله که مثلا میدونم بسیاری برادرها خیلی خب برادران ما مثلا هم خیلی امکانیت تو داریم کدام میگی در تریتوری مسکوسکی اوبلاست ما میتونیم روان تو کنیم. اگر شما در حالتی که 7000 زیاد خرید کردین یا که 8000 خرید کردین اگر تا مساحتی 60 کیلومتر باشه ای 50 تا 60 کیلومتر باشه برادران اهل اسلام به پول برده رسوندن میتونید. خب اگر همه 8000 کم خرید کردین برادران اهل اسلام یکی مثال 5000 ده خب شما میتونید که برادران اهل اسلام 50% دستافکار اپلاتی کنید. اگر 5000 روبل ده اگر که 8000 ده کردین پاونوسی میشه اگر 5000 ده کردین 50% دستافکار ما میتونیم 50% شما. خب باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. подписаться لایک کامنتر را ایتون نبروید. در امان الله. سلام علیکم.